اطرافی های حضرت عثمان حکایه میکنن که بار با عثمان نشسته بودیم که یک شخص واردی خاندان حضرت عثمان شد. حضرت عثمان میگوید یکی یک باره به این شخص نظاره کرد و گفت در چشمای تو من اثر زنا را میبینم. این مرد میگوید یکی یک باره دست آخورده شد و عثمان گفت برای تو هم وحی از جانب خدا نازل می شود؟ گفت نه، این از ایمان مستحکم می شود. اطرافی های او حکایه میکنه وقتی از اون مرد ما پرسیدیم و گفت در اصل من در راه یک زنی را با شهوت نگاه کرده بودم، صاحب کرامات هم بودم، همه فضیلت ها را داشتم، همه خاصیت های خوب، خصوصیت های نیک حضرت عثمان در خود داشتن. خدا رحمتشون کنه. چگونه ای که ما از جمعه گذشته از تاریخ او، از وفات او آگاه شدیم که سرچشمه همه این اختلاف ها را میگوید همون حدیث پیغمبر خدا که در دستش یک انگشتری داشت رسول اکرم، انگشتری از نقره داشت که بالای او نویسانده بود محمد رسول الله. همون انگشت در دست حضرت ابوبکر آمد، بعدا در دست حضرت عمر ایستاد. این انگشتری همچون میراث از دست پیغمبر بود. وقتی در دست حضرت عثمان افتید 6 سال بعد میگوید حضرت عثمان نزد چای عریس نشستم، همچنان به همون چاه نظر میکردم که بناگاه این انگشت از دست، این انگشتری از دست من افتید و در چای عریس زد. هرچند که لایروبی هم که کردیم انگشتری پیغمبر دیگر نیافتم. این روایتی هست که پیغمبر خدا گفته بود که اگر انگشتری من ای عثمان کدام زمانی که گم شد اختلاف بالای تو سر می شود. همچنان هم شد. حضرت سعید ابن زید می گوید که یکی از صحابه پیغمبر است، وقتی حضرت عثمان به شهادت رسانیدن و تمام مردم اعلام کردند قسم به خدا که همین کوی احد این کار نادرسته که شما بالای عثمان کردید، حق داشت که بالای شما چپه شود، حق داشت. حضرت ابو هریره میگوید وقتی عثمان به شهادت رسید همه مردم غمدار بودند که عثمان کشته شد، لیکن من دو غم داشتم. یکم غم من همین بود که عثمان کشته شد، دویم غمم همین بود که من یک میانبند داشتم. در همین میانبند من یک مشت خرما بود که حبیب خدا در این میانبند من، در این مشت خرمای من دعا کرده بود. من شبان روزن از این مشت خرما مردم صدقه میدادم، میخوردم، کم نمیشد. زمان حضرت عثمان کشته شد قسم به خدا دست ما در میانبندم گذاشتم، اثر از خرما باقی نمانده است. این سخنهای حضرت ابو هریره است. حضرت ابی قتاده میگوید وقتی من شام رفتم، دولت شام، نگاه کردم یک مرد نه دست دارد و نه پای دارد و باز میگوید مرا دوزخ منتظر است، مرا دوزخ منتظر است. ابو قتاده میگوید نزدیکش رفتم، این صحابه پیغمبر بود. گفتم چی میگویی؟ گفته بنده خدا منم از جمله آن کسانی بودم که برای قتل حضرت عثمان خانه او در آمده بودم. 13 نفر بودند. وقتی خانه حضرت عثمان در آمدم نایله زنی عثمان فریاد زد، داد گفت، ترسید. من از نفرهای بودم که یک چپات در بالای روی زنی حضرت عثمان زدند. حضرت عثمان این حالت از من دید و گفت خداوند دست و پای تو را قطع کند و تو را وارد دوزخ کند. بعد دعای حضرت عثمان گفت ماهی نگذشت که دست و پای مرا بریدند. دعای او در حق من قبول شده است و آینده برای من دوزخ منتظر است. البته هر انسانی که
چگونه معامله که میکند همون خیل معامله را باید انتظار باشد. الجزا من جنس العمل. یک آدم کشتی میکشند، بازن یک کس زنا کردی بازن زنا میکنند، با دختر یک کس زنا کردی با دختر زنا میکنند، خانه یک آدم خیانت کردی خانه تا خیانت میکنند، حق یک انسان خوردی حق تا میخورند. هر یک جزا به خودش در برابرش باز مثل خودش برای تو جزا میاره. حبیب خدا گفتند که خداوند میگوید ان الله یرضی لکم ثلاثا و یکره لکم ثلاثا. ابو هریره روایت میکند خداوند سه چیز را از شما دوست می‌دارد، سه چیز را از شما بد می‌بیند. و فیرضی لکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شیئا و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و یکره لکم قیل و قال و کثرت السؤال و اضاعة المال. سه چیز خداوند از ما و شما دوست می‌دارد، سه چیز را خدا از ما و شما بد می‌بیند. یکم دوست می‌دارد پروردگار که ما او را عبادت کنیم، دوست می‌دارد که بنده رکوع داشته باشد، بنده مسجد می آمدگی باشد، بنده سجده می کردگی باشد، بنده اطاعت خدا را کند. الله باید دوست می‌دارد. دویم خداوند دوست می‌دارد که ما به ذات پروردگار شریک نیاریم. سوم خداوند دوست می‌دارد که ما همیشه اتفاق باشیم، اتحادی در بین ما حکمران باشد، ما مسلمان ها باید پراکنده نباشیم. خدا اینا دوست می‌دارد. حضرت عثمان شهید شدنش از روی اختلاف بود، از روی پراکندگی مردم مسلمان بود، از روی متحدی اونها نبودند. محمد اقبال لاهوری می گفت اتحاد کفر از پریشانی ماست، ترقی نصارا ز عقبمانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. و خداوند بد می‌بیند از ما و شما سه چیز را. قیل و قال، گفتند و میگویند. دویم چیزی که خدا از ما بد می‌بیند سوال بسیار کردن نسبت یک برادر. سوم چیزی که خدا از ما بد می‌بیند ضایع کردن مال است. برادرای عزیز و گرامی، تاریخ شهادت حضرت عثمان اگرچه ازلی بود، الله که حبیب خدا برای شهادت حضرت عثمان چندین حدیث های گفته بود، لیکن برای ما مردم مسلمان درس است، برای ما و شما برادرای عزیز عبرت است که در بین ما و شما اختلاف ها نباشد، کشمکشی ها نباشد.